سلام دوستان برابچ عالی سلامتید. انشالله که همیشه سلامت و سرزنده باشید و همیشه خوب و سلامت باشید و هیچ وقت درگیر مریضی و چیزی نشید. خب دوستان، ما امروز اومدیم با بازی شوفری. بازی خیلی جذابی هستش. شوفری که قاطی کرد. اومدیم با بازی رو کدوم میچرخه. بازی رو کدوم میچرخه. انتخاب شانسی ما چرخه روی این بازی احمد متوسلیان. بریم به سراغ بازی که میچرخه. چرخونه شانس ما نشون داد. دوستان من کمی سرما خوردم. به بخیلی بسیار سلسه میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. اینجا نوشته موسه رسانه پرداز نوعی متوسط. دوستان از مرحله اول شروع میکنیم. داستش رو الان خودتون میبینید. دوستان بازی از بازار دانلود کنید و خیلی بازی جالب و جذابی هست. شروع شد. عاقبت من و هم رزمانم را ختم به شهادت فرما. الهی روم زدی عربیت خیلی جایده خیلی سنگی مقادتون باشه. سنگر بگیری روی پشتیبانی داری. ماشین تنها بازی هست که قرار کنه کفتن داره. بیشتر کنم زرد بکنم. مسئول زدیم. میگه آقا مرحله پلس گو ایشون احمد متوسلی. ایشون احمد
متوسلیان هستن ایشون. خب مرحله دوم، من 2 مرحله 3 مرحله هرچی بیشتر نمیرم، بقیه مرحله هاش واسه ویدیوی بعد این مرحله رو بریم و تمومش کنیم. Let's go. سریعتر باید خودمون رو به جبهه غرب برسونیم. عراقی حمله کردن، مواظب باشین. همین جان در پناه آمد. پشت سر لودران پناه میگیریم و پیشروی میکنیم. بچه ها ما رو پوشش بدین. سری چقدر جلوش اسمشون هم میزنه. حسین دیگه کافی نداریم. باید بیشتر پیشروی کنیم. حسین تعدادشون داره زیاد میشه. مراقب باشین. به سمت مناطق نفتی پیشروی میکنیم. باید از جاده عبور کنیم وگرنه پیشروی برامون سخت میشه. بعد اینجا زمان دارید و بزنید. ارزاد از قسمت جنوب غربی وارد شد. اومدیم وسطشون رو گرم کنیم. این شهیدان یکیشون رو هدشات کردیم. خب دوستان عزیز، من این ویدیو رو نگه میدارم و میبینیم مثلا بعدها میایم قسمتش رو بازی میکنیم و بای بای. راستی به کانال ما حتما سر بزنید، ویدیوهای جدید داریم. هر سه‌شنبه یک ویدیوهای 2 تا ویدیو آپلود میکنم براتون و ممنون. فعلا خدا حافظ. راستی چنل ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله بغلش هم بزنید که ما رو خیلی حمایت میکنه.